هر تیمی برای پرس 3 استراتژی میتونه داشته باشه. یکیش بازیکن محوره، یکیش منطقه‌ایه و یکیش ترکیبیه. استراتژی بازیکن محور توی دوئلای نفر به نفره. هر بازیکنی مسئول یه بازیکن حریفه. رویکرد منطقه‌ای هم به سمت یک منطقه از زمینه. اما رویکرد ترکیبی این دوتا رو با هم ترکیب میکنه. محرک های پرسینگ هم میتونه لمس بد باشه، پاس رو به عقب باشه، مثلا بازیکنی که توپ داره پشت به دروازه باشه، یا هر چیز دیگه ای که خود مربیان میان این استراتژی رو میذارن. پرس منطقه‌ای یه مکانیه که از پیش تعیین شده است. یکی از بهترین منطقه‌های پرسینگ لب خطه، چون بازیکن موقعی که توپ بهش میرسه دید 180 درجه داره، چون پشتش خطه. یه طرف که خطه، یه طرف هم محدود میکنن، به راحتی میتونن بازپسگیری توپ داشته باشن. یکیش هم اینه که زمین رو از وسط نصف کنیم، بولر که پاس میده به دفاع وسط، این مهاجم به یه حالت منحنی میره دیگه، نتونه بازی رو برگردونه. این وینگر هم باید مانع از این بشه که فولبک رو به جلو بازی کنه و این کار باعث بشه که بازیکن تو این منطقه بمونه، پرس شدیدتر میشه و توپو میگیریم. و همینطور این فولبک هم باید وینگر اونا رو درگیر کنه. تمام این چیزایی که میگم نسبت به فلسفه مربی میتونه بهش اضافه بشه و کم بشه یا اصلا این نباشه. هر چیزی که من گفتم اتفاقایی بوده که چه توی لیگ خودمون چه توی لیگای بالاتر بیشتر و رایج‌تر بوده. معنیش این نیست که این وینگر حتما باید بیاد رو فول بک یا این فول بک حتما باید بیاد رو وینگر. چیزی که رایجه. میتونه اصلا این نباشه. السلام.